Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Munozi rais, masalai lift. Shuma guzashtashini 1 daqiqa. Rais mumkin nazdi shuma odam omadagi masalai lift xatir. ما مخری داریم علاقه دیرشه میتونیش میگویی که پگاه ساعتی 9 بیام با حضور گپ میزنم مالش سعید گپ زنیم که سمنت مارکه 500 بیارم مالش Xo'p, shudasiz rais. بله من هم در همین باره میگویم ای دخترک زیبا شاید مصلحت میکنه گلچره میشه من بعدتر با تو زنگ زنم گپ زنیم خب ببخشید ماشین رو بیرونید ساعتت چند است؟ ساعت 5:30 من این ساعت رو نمیگویم کدام ساعت رو در نظر داری نفهمیدم ساعت خودت رو میگویم تو مرا کی گمان کردی؟ چهل کی گمان کردم او خودت دویده اومده با ماشین سوار شدی من گمان کردم که شما تاکسیست هستید ماشین رو من کن خب وگرنه پلیس رو جلب میزنم در اینجا پلیس نیست انا در آنجا پلیس ایستاده است او سوختور خاموش کمک است چشمانت کور است مگر با لباسش نظر کن معلوم می شود که تو با لباس نگاه کرده کس رو میشناسی بباش من هم با لباس تو نگاه کرده گمان کردم که شما چی صد میگویید شرم کنید من هم از شرمم میگویم اخی اون دختره که در نزد پلیس هست میبینی؟ بله میبینم کیست تو؟ همشیره شوکت از او کی بودنش رو نپرسیده تنها با لباسش نگاه کرده میشناسی ها؟ اکنون خودت بگو من با لباس تو نگاه کرده تو رو کی گمان کنم؟ تنها من چون این لباس میپوشم ای هم قدمی زمانه میشوم گفته هم قدمی بدبختی شده ای مادری تو بی تو همین خیلی لباس میپوشیدن خواهرم تو مرا درست بفهم من از اون مردانی زنکباز و ناپاک نیستم اما تو رو در چنین لباس دیده مخصوص آمده ایستادم هر یک دختری تاجیک برایم خواهر است اگر تو هم دختری تاجیک باشی
پس با خودت لباسی مناسب بپوش. مثلا روی پوش تلفن با تو چی دار کن؟ چرا رو خریدی؟ آخه تلفنم قیمت بها است، نمیخواهم بشکند. چی؟ آن از تو هم گران بهاتر است. اگر تلفنت شکند نوش رو میخری. ولی اگر تقدیرت شکند چی کار میکنی؟ انا برای همین خواهر جان طور تلفنت رو احتیاط میکنی، بدنت رو نیست. همین طور احتیاط و محافظت کن. فهمو؟ اکنون بیرا. با شما کدام نمونه لباس ها محبوب؟ این تا لباسی ملی. خوب. اگر پسر را تربیت کنی جمعیت را تربیت میکنی. اگر دختر را تربیت کنی ملت را تربیت میکنی. سلام علیکم. و علیکم سلام. با شما چی لازم؟ یگان دارو در کن. نفهمیدم. میگویم که با شما یگان دارو لازم. بله اکا. دارو خط بیا. دارو خط؟ بله دارو خط یا توصیه دکتر. نه دارم اکا. اگر دارو خط نداشته باشید پس با شما چی لازم؟ نام دارو رو میدونی؟ نه راستی گپ میدونید اکا. با من یگان ماز یا روغن برای ملایم کردن دست لازم. همین را بر وقتر نمیگوی آخیر. انا این برای دستان نازک ینگه. دستان نازک ینگه باز هم نازک تر می شود. دیگر در وقت مساج ناراحت نمی شوید. شما مرا نادرست فهمیدید اکا. من دستان خودم را در نظر دارم. ای بیامانه، دست مردک باید مردکی باشه، نه اینکه مثلی. شما همین دستانی نازک را در نظر دارید.
این دستانی نازکی که شما میبینید هر روز بیا اکا بیا 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 شیر بس اکا چورده تا بوده؟ های کنیم منم بوزکی جنگی لپا میزنم با هر نگاه تو خودی تو خودی تو خودی خشت بیزن تو بباروی با جانگیزون بابا خیز افتادی افتاد ما نخودم علولی تو ما نخودم بباروی هیچی نمیختار جلوی من اصلا کنیم من باید همه خیلی باید تمام شده بکه علم میکنیم بیوی علم میکنیم بیوی چیکار نکنیم کدو رو اینجا بکنیم بخورو شماره مثلا جلوی ما را بخورو خیلی اگر بخورو هر جلوی برای هر چی میخورم شما جلوی رو بخورو شده آنها به من نیاز دارند و من به آنها نیاز دارم. شبهه نکنید، طلایی است. تشکر.
اوه ای بچه ایستو. بگو ایستا برادر ایستا. تو درست قید کردی. ما همه با کسه یا با چیزه نیاز داریم، اما یک چیز رو فراموش نکن که بعضی چیزها هم با ما نیاز دارن، از جمله انمین انگشترین. تنها لایقی انگشتی دست تو هست و خلاص. گیر برادر. انا این رو با دختر چهر از نوی من توفه کن. سلامت باشید. رحمت. از خدا سلامتیت رو تمام دارم. اشکمه با ورزش مشغول شدن هر کار. مردمه. نیازمند نمونه عبرت بخش است، نه نصیحتی به عمل.